مطبوعات، رسانه ها، از اینها در جامعه تاجیکستان شناخت گوناگون وجود دارد. بعضی ها اینها را اپوزیسیون حکومت می نامند، بعضی ها یاور حکومت. حقیقت حال چیست؟ وضع امروزه رسانه های تاجیکستان چگونه است؟ برای بررسی و پاسخ به این سوالات، برای یک بحث بیشتر به دفتر آزادگان، یکی از تحلیلگران ورزیده و صاحب رسانه های تاجیک، سیمیدین دوستوف را دعوت کردیم که ایشان را خوش آمدید میگیم. دوستوف سیمیدین اشورویچ سال 1972 تولد شده است. مکتب میانه را با مدال نقره و فاکولته زوانژینری دانشگاه اگراری تاجیکستان را با دیپلم سرخ و فاکولته اداره دولتی و شهرداری دانشگاه دولتی چیلیابینسک روسیه را ختم نموده است. سالهای 94-96 یکی از مؤسسان و دیرکتور شرکت استیصالی تجارتی سمک اند اس بود. سالهای 98-99 کارخانه استیصال نان داکا اس خلب در روسیه فعال کرده راهبر آن بود. سالهای 99-2005 مؤسس و راهبر مرکز تجارتی ایلانا. 2002-2005 مؤسس و راهبر مرکز همکاری های تجارتی در روسیه. سالهای 2002-2006 هم مؤسس و رئیس ریاست بنیاد جمهوریوی انفرماتیکا برای دموکراتیا در تاجیکستان بود. سال 2005 سرمتخصص شعبه اطلاعات، تبلیغات و نشر و سالهای 2005-2008 مدیر بخش اطلاعات و تحلیل دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان بود. از سال 2008 این جانب رئیس سازمان جمعیتی ایندم که این نهاد مؤسس هفته‌نامه نگاه و آژانسی تاج نیوز می باشد. عائله‌دار، صاحب 2 فرزند. ما که در پیشاروی سالگرد مطبوعات تاجیک قرار داریم و شما هم که یک از صاحب رسانه های تاجیکستان هستید، شما را و کارمندای شما را و در شخص شما تمامی کسایی که از نان روزنامه‌نگاری زندگی میکنن یا برای روزنامه‌نگاران نان میدهند تبریک میکنیم و مبارک باشه. تشکر، با شما مبارک باشه. زنده باشید. در قدم اول میخواستم بپرسم که شما در 1 سال پیش اظهارات دادید که از فعالیت ژورنالیستی و کارشناسی کنار میروید. خب میخواستم بدانم که سببش چی بود و چرا چون یک اظهارات؟ دقیقاً 20 مارس سال گذشته بود، 1 روز پیش از نوروز، و تقریبا من هم همچنین تجربه دارم که هر سال در نوروز از فعالیت‌های خود نتیجه گیری میکنم و سر میخلانم به یک حجت و قول خودم مهم خود که نام دارد یک استراتژیک بیوگرافی و با اون نظر میکنم و حساب میکنم که در این سال چی دستاوردهای داشتیم، تقریبا چقدر پیش رفتیم یا شاید برعکس. و همین بود که در سال گذشته همچون یک تصمیم گرفتم و در این باره یک نگاشتم در فیسبوک کاریدم. سببی به این اقدام دست دادن یک بود، هرچند در رسانه ها آن گوناگون تابش یافت، بنابراین که من گفتم دیگر از این شهر بیشتر نخواهم داد. سببم این بود که من باید سری یک موضوع علمی تحقیقات می بردم و خوشبختانه با همین کار مشغول هستم و روی این موضوع که برای من بی‌نهایت مهم است و هیپوتزی که من در این موضوع پیشنهاد کردم برای من خیلی مهم است، من بالای اون کار میبرم. ولی تقریبا در ماهای اکتبر سال 2015 بعد از قضیه 4 سپتامبر من به این خلاصه رسیدم که من به نظرم رسید که خیلی از ژورنالیستان تاجیک، کارشناسان، سیاست شناسان، فعالان جامعه شهروندی یک گونه مایوسی فرا گرفته است و من برای خودم ضرور دانستم که حداقل به 10-12 نفری آنها زنگ بزنم، نامه بنویسم و گفتم که چرا چنین شده که یک مایوسی و ناامیدی همه را فرا گرفته؟ نباید چنین باشد، چون اگر واقعا قضیه حاجی حلیم نظرزاده کوشش تبادلات دولتی است، پس کوشش تبادلات دولتی در سال 2003 هم بود که حادثه های غفار
صدای رو خوب در نظر خوب در یاد داریم، ولی در اون زمان هم بعد از اون رسانه های مثل ملت، نگاه، فرج رو زدند، تشبوس در جامعه زنده بود و نفرهایی یافت شدند که فعالیت میکنن برای بهبود جامعه، برای حفظ کردنی و حتی اساس گذاشتن به انستیتوت های جامعه شهروندی. چرا چنین شده که مردم اینقدر مایوس شدن؟ و بنابر همین من ضرور دانستم که اون خاموشی رو بشکنم و چند نگاشته های هم با شدت نوشتم که این جامعه ماست، این ملت ملت ماست، این دولتداری ملی تاجیکان است. حکومت ها قدرت طلبان، فرصت طلبان، امتیاز طلبان آمده می روند، چی نقشه که نداشته باشند در تاریخ، چی بزرگمنشی هایی که نداشته باشند، چی ارزش های خوبی را که شعار نکنند، اونها می آیند و می روند، ولی ملت تاجیک باید بماند. و من بر آن هستم که واقعا اینستیتوت های جامعه شهروندی که اصلا اینستیتوت های ملی ما تاجیکان هستند، اونها باید حفظ شوند. و همین بود که چند نگاشته ها داشتم. در برابر من بالای 2 ستارتاپ یا طرح نو هم کار میکردم که اونها یکی از اونها نام داشت شهری باز. این یکی از ستارتاپ هایی بود که برای بهتر شدن فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر دوشنبه و برای بهتر کردن خدمت رسانی های دولتی و معیشی به مردم روانه شده بود و اون باید صفتاً اداره شهرداری رو خوبتر میکرد. همچنین یک طرح را من آماده کردم و با عنوان شهرداری دوشنبه روان کردم. طرح‌ها فرمایشی بود یا که نه، این تشبس‌های خودی من بودم به حیث یک نفر، از این نگاه هم یک فعال جامعه شهروندی و از دیگر نفری که تخصصش اداره دولتی و شهرداری است. خب شما گفتید که زمانی که اظهارات دادید که برای چند مدت کنار می روید با کارهای علمی اشتغال ورزیدید، می شود بگید که این موضوع علمی که شما تحقیق کردید مربوط چه بود؟ مربوط سیاست بود، رسانه ها بود؟ ولی این موضوع اصلا موضوع سیاسی است و اون هم این موضوع من هم نام دارد نقش و ویژگی های عامه در کشورهای در حال در حال گذریش. و هیپوتز من هم از این عبارت است که در کشورهایی که در حال گذریش هستند تقریبا هیچ چیزی از عامه وابسته نیست، بلکه نقش حل کننده را نخبگان اداری، تجاری و عقلانی انتلکتوال ها میبازند و همه جواب و سوال از اونها باید باشه. سری همین موضوع کار دارم. فکر میکنم که آن را با خواننده تاجیک زمان پیش. بسیار خوب است. اگر برگردیم به موضوعی که ما میخوایم بالاش بحث کنیم، از این مطبوعات و رسانه های تاجیکستان، تقریبا شما سال 2006 در فضا و بازار رسانه تاجیکستان وارد هستید. روزنامه نگاه را راه اندازی کردید و بعد چند سال هم خبرگزاری تاج نیوز را راه اندازی کردید. می شود که مثلا در همین 10 ساله که شما حضور فعال دارید در بازار، وضع آزادی بیان را یک نظری گذرا داشته باشید؟ ولی پیش از همه می‌خواستم با اون سوال بگم که چرا من یک نفری که تخصصم ژورنالیسم نیست با این کار دست زدم. سبب اساسی هم این بود که اصلا در ماه دکبر سال 2006 ما حساب کردیم و دیدیم که تقریبا 80-85% تیراژ نشریه های جمعیت سیاسی تاجیکستان با زبان غیر دولتی است. و برای ما که فکر میکنم در یک نسل استقلال ساز هستیم و آینده ها از ما خواهند پرسید و خود وجدان ما هم از ما خواهند پرسید که چرا چنین شده. چگونه می شود که در 15 سال استقلال ما رسانه های ملی با زبان تاجیکی نداشته باشیم، در حالی که 99% این مردم با زبان تاجیکی گفتگو میکنند. و همین چیز تحریک دهنده بود برای من تا بنیاد گذاریم به فعالیت نگاه.
و تقریبا بعد از 5 سالم وضع کلا دیگر شد. حالا تقریبا 90% تیراژ رسانه‌های جمعیتی سیاسی با زبان دولتی است و در این کار نقشی اصلا 5-6 رسانه خیلی هم مهم است که ما آنها رو به صفت رسانه‌ها مستقل میشناسیم. آنها رسانه‌های هستند که من و از خیلی از متخصصان افکارساز محض آنها هستند. خوب، آزادی بیان تقریبا در این مدت چگونه روش شد؟ از نگاه من تقریبا در این 10 سال می شود به 3 دوره آن را جدا کرد. این دوره اول سالهای 2006 2009 بود که این مرحله پیداشوی و شکلگیری رسانه‌های ملی تاجیکی بود و در این زمان پیدا شدن نشریه‌های سرآغاز در سال 2005 نشریه ملت که یک قدم بسیار، یک گام بسیار قهرمانانه بود از جانب اساسگزارانش. در ماه دکمبر سال 2006 پیدا شدن نگاه، هفته بعد فرش و بعداً نشریه SSL و تقریبا بعد از اون هم فکر میکنم که دیگر تقریبا هیچ رسانه قوی در محیط رسانه تاجیکستان پیدا نشد و این البته سبب‌های خود را دارد که با دست دادن وقت میتوانم ابراز کنم. مرحله دیگری که در برای رسانه ها بود این مرحله سال 2009 تا سال 2012 بود. این مرحله بود که حاکمیت اجرایی در تاجیکستان و حکومت با اعتراف رسانه ها همچون اینستیتوت های ملی رشد اینها را اعتراف کردن، تجدید نظر کردن و هم فهمیدن که واقعا این اینستیتوت های ملی هستند که حداقل اکثریتشون از نیروهای سیاسی دورند و به حیث واسطه‌های اخباری آمد در انعکاس حیات مدنی در کشور نقش مهم دارند. همین چیز باعث شد و در سال 2012 ما با قله مناسبت‌های با قله اعتراف حکومت فعلی از رسانه‌های تاجیک و ژورنالیسم تاجیک رسیدیم در جشن 100 سالگی مطبوعاتی تاجیک و بعداً از سال تقریبا از ماه دکمبر سال 2012 مرحله بعدی سر شد که اون را با فکر میکنم یک مرحله بحرانی است. این اصلا مناسبات بحرانی میان رسانه ها و حکومت فعلی اصلا در اون زمان شکل گرفت در زمانی که مناسبت حکومت به حزب نهضت اسلامی و به مخالفین یک گونه یعنی بازنگری شد. زمانی بود که در خارج کشور بار اول در خارج کشور نیروی چون گروهی 24 سر زد و اون زمان البته در نزد نهادهای علاهده حکومت وظیفه های مشخصه پیدا شدن که اونها را باید عملی میکردن. خوشبختانه یا متاسفانه این زمان هم این دوره ویژگی های خود را داشت که اون را میشود گفت زمانی بود که عصر را از جعل جدا کرد. چون در این زمان بعضی از نهادهای حکومت با پیدا شدن فابریکه جواب زیر فشارهای روانی و لفظی قرار دادن یک عده از ژورنالیستان تاجیک، فعالان جامعه شهروندی و چاپ مقاله ها درباره اونها با شخصیت اونها رسیدن و یک سلسله کارهای دیگری هم بودن که اصلا معلوم کردن که کی در این محیط کیست. و من فکر میکنم که بعد این مرحله اصلا رسانه ها به دو گروه جدا کرد. که با رسانه های واقعا مستقل که مستقلیت اونها اصلا از چند ویژگی دارد و هم رسانه هایی که ما اونها رو میگیم رسانه های قله‌ای برای حکومت، رسانه های سازشکار و این سازشکاری البته در دایره این سازشکاری البته یک سازشکاری در دایره قانون نه، در دایره اخلاق ژورنالیستی نه، بلکه بیرون از اون بود. یک سازش معامله‌ای، یک سازش معامله‌ای بله، شاید با سبب‌های گوناگون بودند. رسانه‌هایی که این کار را شاید به خاطر پول سازمان دادن، رسانه‌هایی بودند که خواستن امتیاز بگیرن، از نزدیک بودن با اون یا اون نهاد قدرتی.
ولی رسانه های ماندند که اونها پرینسیپ برابردوری از اصحاب سیاسی، از نهادهای حکومتی، از حاکمیت اجراییه، از حکومت قانونگذار، از حاکمیت سودی، از بیزنس کلان، از رکلام دهندگان، از گروه های مالی و صناعتی خود را کنار گرفتند و مستقلیت خود را حفظ کردند. و من فکر میکنم که این البته یکی از دستاوردهای ماست. من نمیخواستم اینجا نام بگیرم چون در عرفه اید هستیم، اصلا من از اون نفرهایی نیستم که بسیار احتیاط کاری کنم در مسائل ملی و ارزش ها، ولی همین روز با اجازت شما خودداری میکنم از نام گرفتن ها. تقریبا همین 3 مرحله هم حالا پشت سر شدن دارد. ولی طوری که شما بررسی کردید مرحله سیوم که فعلا ما قرار داریم بسیار وضع خوبی نیست، بلکه بیشتر با عنوان وضع بحرانی یاد میشه، هم در زمینه بحران اقتصادی و هم در زمینه بحران فضایی که به وجود آمده است. رسانه های ما بسیار حال ناگوار دارند. من هم گفتم این مرحله رو ما گفتیم مرحله اول اگر مرحله استوار شدن بود، مسئله دوم این مرحله دوم مسئله مناسبت سازی و اعتراف اگر آن را نام کنیم، و مرحله اخیرا میشه گفت مرحله بحران. ولی در همین مرحله بحرانی خب مثل که مشاهده می شود تأثیری همین انستیتوت های ملی و اجتماعی به تصمیم گیری های حکومت اجرایه بسیار محدود است و تأثیر خود همین رسانه ها به فضا و جامعه ما بسیار کم است. از نظر شما به این چیز همین مدیریتی نادرست یا منیجمنت ناگوار خودی صاحب رسانه ها یا استراتژی نادرست رسانه ها سبب شد، یا این که همین فضایی که ما و شما در بالاش بحث میکنیم؟ من فکر میکنم که اصلا ببینید در محیط سیاسی تاجیکستان البته حالا وضع بحرانی است. این وضع بحرانی نمیتواند به قشرهای گوناگون جامعه تأثیر نرساند، ولی اگر ما میگوییم که این فضا سازی را سبب چیست، البته سبب اساسی سبب سیاسی است و اون هم برمی آید از رفتار خود نهادهای حکومتی و حکومت فعلی. حکومت فعلی وظیفه اولین درجه خود حفظ حاکمیت شخصی را می حسابد. کلی برنامه ریزی هایی که دارد تا شروع نمیدونم از کمترین پخش یک برنامه تلویزیونی در برنامه یک گزارش در برنامه اخبار تا برگزاری رفراندوم همه به همین مقصد روانه کرده شدند. یعنی تصمیم را حکومت میگیرد، ولی انستیتوت های جامعه شهروندی که خیلی هم ضعیفند، من جمله رسانه ها در برابر این رسالت خود را باید اجرا کنند. رسالت اونها انعکاس همین واقعیت های روز است و هم البته بعضی از اونها که واقعا نشریه های سیاسی اجتماعی هستند در برابر این روندها موضع‌گیری های سیاسی دارند. موضع‌گیری سیاسی رسانه های گروه ایندم همین گونه است که ارزش های دولتداری ملی نباید تابع خواسته های شخصی و گروهی شوند اگر آنها حتی خیلی هم مهم به نظر برسند. و همین بود که حداقل در مطلب حکمت توگمه یکم و همچنین در یک مطلب دیگری درباره رفراندوم موضع‌گیری نگاه را ما معلوم کردیم که اون به همین روندها چگونه است. اکنون درباره آنکه آیا چه چیزها سبب شده که این با این گونه وضع ما قراره وضع رسانه ها، البته فکر میکنم اینجا حداقل مجموعی مشکلات هستند که اونها به محیط رسانه‌ای و به ژورنالیستان تاثیر میرسانند. در رده اول من فکر میکنم که نه به سبب و بهانه های سیاسی است. پیش از همه خود ساختار بازاری رسانه‌ای در تاجیکستان که در اساس پرینسیپ های رقابتناکی ساخته نشده است و از نگاه علم اقتصاد خصوصیت آلیگاپولی دارد، این حل کننده اند.
و این هم سوال هست، جواب هست همزمان با سوال اون که چرا در تاجیکستان رسانه های نو با قوت پیدا نشدن. چون که من در این باره در مطلب های هم نوشته بودم، در سخنرانی های هم گفتم و باز هم میگویم که در حالی که کنگره آمریکا برای بخش تاجیکی 1,600,000 دلار در یک سال، بخش تاجیکی رادیو آزادی 1,600,000 دلار اختصاص میدهد، در حالی که گروه رسانه های آزیا پلوس برای بخش اطلاعاتی در اختیار بودجه تقریبا 180,000 دلاری دارد و این دو رسانه، یکی از این رسانه ها عموما مال اطلاعاتی به مردم پیشنهاد نمی کند، مال اطلاعاتی پولکی و خدمت رسانی های پولکی. در این حال برآوردن مال اطلاعاتی در بازار غیر امکان است. یعنی اگر شما هر قدر مالی خوب هم آماده نکنید، در این بازار شما با اون خریدار پیدا کرده نمیتوانید، حتی اگر منیجمنت خوب هم برای مانده باشد. حالا که یکی از سبب‌های اساسی، یکی از مانع‌های روش نکردنی البته رسانه‌های تاجیکی این منیجمنتی ناکفایه است. و همین است که فرض کردیم تاج نیوز، آزادگان، اوستا و یا خاور نمیتونن در برابر اینها رقابت کنند. از جانب دیگر خود حکومت هم برای تقریبا بیش از 1.5 میلیون سومانی برای خاور اختصاص میدهد و در این حالت وارد شدن به بازار اطلاعاتی تاجیکستان در بخش آژانسی ها یا حداقل وارد شوی به همین بازار حالا حدود 120-140 هزار دلار را تشکیل میدن. یعنی اگر یک نفر سرمایه‌گذار بخواد که رسانه اطلاعاتی بسازد، اون باید 120 هزار دلار در یک سال و جمع در 3 سال حدودی 400 هزار دلار مصرف کند تا حداقل 70 یا 80% اودیتوریای تاج نیوز و آزادگان و خاور و آزادی را به دست بیارد. همچنین دیوان‌ها یافت میشوند با اینقدر ریسک های سیاسی هستند؟ البته نه. بنابر همین اونهایی که در این محیط کار میکنند واقعا قهرمانند. و سبب دوم گفتیم که البته سبب سیاسی است که با اینکه فشار برای همین گونه فعالیتی کسبی زیاد است، ریسک های سیاسی اون زیادن، البته نفران ورزیده خوب دانشمند که از کشور ما هر سال میروند، شما مشاهده کردید که هر سال 3، 4 یا 5 نفر از دوستان شما ترک کشور میکنند. فرار مغزها یکی از تمایل های بر علای جامعه امروزی ماست. بنابراین نفرهای آماده به این محیط وارد نمیشن. همین است که ما فرض مثال 10 نفری نداریم که ژورنالیست که اقتصادی را تشکل دهند. یا ما حداقل 20 نفر نداریم ملت واحد شده، ما 20 نفر نداریم که ژورنالیست که بسیار رسانه‌ای را از خود کرده باشند. هیچ نهاد، هیچ گروهی صناعتی مالی و هیچ سرمایه گذاری هم آماده نیست که 20 یا 30 هزار دلار اختصاص بدهد برای آماده کردن فرض مثال ژورنالیستیک اقتصادی. شما یک نکته بسیار جالب گفتید که وضع رسانه ها این در مجموع وضع سیاسی در تاجیکستان بستگی دارد به حکومت سازی و همینطور من از صحبت شما خلاصه کردم که یعنی همین دستاوردهایی که ما در جامعه رسانه‌ای داشتیم و همینطور یک سطح معین آزادی بیانی که داشتیم در این اواخر قربان حکومت سازی شد و اونم حکومت سازی شخصی شد. ولی ببینید همین گونه سر و صداها در جامعه ما وجود دارد که حکومت در مثال رسانه های مستقل یک نوع اپوزیسیون میبیند، یک نوع مخالف خودش را میبیند، در حالی که نه از نگاه علمی و نه از نگاه قانون در تاجیکستان و در جهان رسانه ها نمیتوانند اپوزیسیون حکومت باشند. و همینطور که شما گفتید تقریبا هیچ گروه سیاسی، حزب‌های سیاسی، گروه‌های مالی و حتی گروه‌های جنایی هم در تاجیکستان رسانه ها را مبلغ گذاری نمیکنند و همین گونه همکاری رسانه ها با این گروه ها مشاهده نشده است، حداقل از طرف مقامات مربوطه دولت آشکار نشده است. و سبب چیست که حکومت
اینقدر از رسانه‌های مستقل می‌هراسد، در حالی که بسیار ما رسانه‌های کم تاثیر داریم؟ اول اینکه خودی طبیعت حکومت ما، حکومت فعلی، این طبیعت است که تقریبا برای همه مردم تاجیکستان معلوم است. این حکومتی هست که بعد از جنگ شهروندی، بعد از غلبه سلاحناک یک گروه بر بالای گروه دیگر رو زده است و بالای این اکثریت کارشناسان برون که حکومت افطریتری در تاجیکستان به زورگرایی تکیه میکند و فلسفه زورگرایی را هم در حکومت اصلا همیشه از اون جانبداری میکنند که رد نه. و دیگر یکی از ویژگی های حکومت فعلی ما این است که اون البته حکومت اندک خوانده هاست. بله. این مثل جامعه ما، هر حکومت از همون جامعه برمی آید. درست است. حکومت اندک خوانده ها نمیتواند در برابر اونهایی که زیادتر میدونند و یا تلاش میکنند یک رفلکسی دیگر داشته باشد. ولی ببینید طوری که گفتم تا سال 2009 وقتی که این رسانه ها تقریبا جایگاه پیدا میکردن، در سال 2009 شروع از اون معرکه، پیشتر از معرکه امام اعظم و بعدتر در سال 2012 تا 100 سالگی مطبوعات ملی، خود حکومت اعتراف کرد که این رسانه ها واقعا انستیتوت های ملی هستند. یعنی اینها نه با اپوزیسیون، نه با اصطلاح دوست داشتهشون خواجگان خارجی، بلکه با خودی همین ملت هم از مشکلات همین بود که چند مراتبه خودی پرزیدنت امام علی رحمان هم بارها تاکید کرد، از اون جمله در جلسات حکومت، که شما که در دفترهایتان میشینید ولی اینها هم که از حال مردم میگویند و ما میدونیم که در این کشور چی میگذره. خوب تا سال 2012 در حکومت تاجیکستان یک مرکز قبول قرارها بود، این خودی امام علی رحمان. خودی امام علی رحمان تا سال 2012 هم و تا درجه امروز هم کفیل آزادی فعالیت مطبوعاتی آزاد است. ولی شروع از سال 2012 اگر در سال 2012 ما داشتیم یک مرکز قبول قرار و تقریبا 5 مرکز تاثیررسان به مرکز یگانه قبول قرارها، اکنون در سال 2014 و 15 ما داریم یک حکومتی که از چند مرکز قدرت عبارت است و بحث اساسی که این که در برابر این یا اون روند جامعه، در برابر این یا اون اینستیتوت، در برابر این یا اون فرد چگونه از نیرو چگونه استفاده برده شود، حالا اقلا در 5 یا 6 مرکز قبول قرار قبول کرده میشن و همین است که ژورنالیستان این خوف، تهدید و خطرها را احساس میکنند و قسمشان سازشکاری میکنن، قسم دیگری فرض مثال خودی نگاه میگه که ما نشریه دولت سالار هستیم، ما از حکومت ها و حتی از نهادهای حکومتی که گویا برای پشتیبانی دولت ساخته شده اند، ما از اونها کمتر کی نیستیم و همین وضعیتی با وجود آمده که میگن در علم سیاست اینو میگن که حکومت بسیار مرکزی و همین چیز البته ریسک های ژورنالیستان و انستیتوت های شهروندی را بالا میکند و وظیفه جامعه امروزه ما هم از همین عبارت است که با خودی حکومت مرکزی فهمانیم که این نهادهایی که تأثیر رسانند اکثریت اونها نهادهای دولتی نیستند، بعضی از اونها یک شخصیتی نزدیک به رئیس جمهوری کشورند که تصمیم های سیاسی میگیرن، فرض کنیم در سری بستن این یا اون سایت، در برابر تاثیر رساندن یا با محکمه کشیدن یا کشیدن این یا اون ژورنالیست یا رسانه، به اینها باید خاتمه داده شود. چون قانونیت، حکومت امام علی رحمان چرا پیروز شد؟ چون تکیه به قانونیت داشت. شروع از سالهای 2000 تکیه به قانونیت و باوری مردم به قانونیت و به عدالت دولت بود که ما توانستیم عاقبت‌های جنگ شهروندی تحمیلی را پشت سر کنیم. اگر ما حالا به قانونیت این جامعه و این حکومت خیانت میکند، هیچ شکی نباید باشد که این کار ضعف و البته به شکست آورده
میرسانند. بنابراین مشکل در همین سمت است و رسانه ها این رو خیلی خوب درک میکنند. شما در حال میگید که باید حکومت به این معنی برسد، به این درک برسد که بعضی از مرکزهای تاثیررسان که در بعضی مسئله ها علاقه مرکز قبول قرار شدند که کار نادرستی میکنند و میگید که باید یک نوع واردی مکالمه شود با انستیتوت‌های جمعیتی، با نهادهای اجتماعی از جمله با رسانه‌های تاثیرگذار. ولی ما در این سالهای اخیر تقریبا هیچ گونه مکالمه ای را از جانب حکومت با احزاب سیاسی و همینطور با رسانه ها نمیبینیم. در چنین فضا مثلا درخواست همین مکالمه چی منطق داشته میتونه؟ ببینید تو سال 2012 یکی از نفرهای تاثیررسان با خودی مرکز یگانه قبول قرار سیمرود فتایف بود. سیمرود فتایف تقریبا همون نقش را با اینکه در خیلی از دایره ها به صفت مزار به شفاعت شناخته میشه. بله همینجا بله با این نقش را بازید که به حیث یک نفری که دانش‌های فراخ دارد و مغزی و خادم جمعیتی محافظه کار هست، با این درک را در خود دستگاه رئیس جمهور، با اینکه راهبران دستگاه رئیس جمهور از جمله دموکرات ها نبودند، نه امیرشاه میرعلیف و نه مطلوب خان دولتوف را دموکرات یا دموکرات مآب گفته نمی شود. اینها از نفرهایی بودند که هر ساعت آماده بودند بالای رسانه های تاجیکستان و همه اصحاب خطی بطلان بکشند. ولی با اون موفق شد که اعتراف همین انستیتوت های ملی در مرکز قبول قرار پیدا شود. در سال 2012 با پیدا شدن پروتکل 3220 که اون را گروه اعتراف میکنند و گروه دیگر رد میکنند و یا چی هم نباشد، با پیدا شدن سیاست های نو در برابر تشکل سیاسی دین محور، مشخصا حزب نهضت اسلامی، در محیط سیاسی تشبث از دستگاه رئیس جمهور اطرافیان او به دست نهادهای قدرتی گذاشت و با اینکه تشبث در محیط سیاسی به دست اونها گذاشت، البته مناسبت ها پیچید به بحرانی که ما امروز داریم. در محیط سیاسی تشبث را دادن به نهادهای قدرتی و امنیتی اگر آنها بهترین شخصیت ها باشند و من شبهه‌ای ندارم که در شماری آنها خیلی از افسران ورزیده‌ای هستند که واقعا در خدمت دولتداری ملی هستند، تشبث را به آنها دادن اشتباه اساسی حکومت. یعنی شما میگید که فعلا در تاجیکستان خب دستگاه ایدئولوژی تابع منفعت‌های نهادهای قدرتی است. ببینید ولی در حداقل در چند ماه اخیر ما میبینیم که خودی مشاوری یاوری پرزیدنت اوید با رابطه با جامعه و مسائل های اجتماعی عبدالجبار رحمانزاده کوشش هایی دارد که این تشبث را به دست بگیرد حداقل، و این هم به مقاومت با نهادهای دیگری تاثیررسان از قدرتی ها. خب ما احساس میکنیم که حالا نقش شورای امنیت تا جای کمتر شد، این البته فعال نیک است، ولی نقش وزارت کارهای داخلی و کدام نیز در این مسئله باید کمتر کرده شوند، چون اونها باید بفهمند که منفعت‌های دولتداری ملی بالاتر از منفعت‌های امروزی میسته. ما نمیتوانیم خیلی از انستیتوت‌های ملی و آزادی‌هایی که داریم و آنها برآمده از منش ملی تاجیکی‌اند، اونها را مطیع که کدام یک مسئله های بافته و ساخته امنیتی گردانیدن کار خوب نیست و آنها در تاریخ این کاری ثبت خواهد شد.